پیوندان نوروز رستمجان و نظیرجان توشف، دو شهروند تاجیکستان که به نوشته رسانه‌های روسی به رئیس زندان رقم 19 در ولایت ولگاگراد حمله کرده زندانبانها و چندی از محبوسان را گروگان گرفتند، از این خبر تکان خوردند. آنها میگویند به این خبرها باور ندارند. شبکه‌های روسی گفتند در آشوب روز 23 آگوست سال 2024 بجز از گروگانگیرها 4 محبوس و 4 کارمند زندان کشته شدند، اما در یک نواری که ظاهراً از طرف ماموران گارد روسیه ثبت شده است در مکان حادثه 7 جسد دیده می شود. نوروز رستمجان یکی از محبوسان متهم به آشوب و گروگانگیری 3 روز پیش از آن حادثه با نزدیکانش در دوشنبه صحبت تلفنی داشته است. رستمجان دولتوف پدر نوروز روز 26 آگوست گفت پسرش میخواست بعد ادای جزا به تاجیکستان برگشته عائله برپا کند و به تحصیل پردازد. نوروز رستمجان سال 2019 برای کار به روسیه رفت. 3 سال بعدش با ابنامه قاچاق مواد مخدر 7 سال زندانی شد. اهل عائله میگویند تا زمان بازداشت ماشین میشست و در انبار کار میکرد، نه نماز میخواند و نه روزه میگرفت. پسرم آدمی مذهبی نبود و درباره مسائل های دینی اصلا صحبت نمیکرد. هیچ باورم نمیآید که واقعا اون طرز شده باشد که نقل میکنند، گفت رستمجان دولتوف. و علاوه کرد که پسرش پس از ختم مکتب در 18 سالگی برای کار به روسیه رفت و این نواری را که در اینترنت پخش شد و پسرش در اون دیده می شود تماشا کرده است. دیدید که وقتی او را نشان دادند در نوار میبینی دست و پایش میلرزد، مجبورش کردند او را. همان نوارها خودش بیانگر حالند، لیکن چه بگویم، زمین سخت و آسمان بلند. به قول پدرش مقامات روسیه 1 سال پیش نوروز رستمجان را به جنگ در اوکراین دعوت کرده، ولی خانواده مصلحت دادند که به همه سختی‌ها توب آورده راضی نشود. مقامات روسیه تا حال به آنها چیزی نگفتند. رستمجان دولتوف پدر نوروز در گذشته هنرپیشه تئاتر لاهوتی بود. حالا در بخش خوراک عمومی حکومت نویه فردوسی فعالیت دارد. خبرنگاران رادیوی آزادی خانواده نظیرجان توشف جوان دیگری گمانبر به گروگانگیری را از شهر ترسونزاده یافتند. یک خویشاوندش در صحبت بدون ثبت گفت کسی باور نداشت که او به چنین کار دست زده است. مقامات شهر ترسونزاده از صحبت خودداری میکنند. نظیرجان توشف نیز با گناه فروش مواد مخدر به 8 سال زندان محکوم شده بود. به گفته مقامات روسیه در گروگانگیری روز 23 آگوست در شهر سوروفکین ولایت ولگاگراد 2 شهروند ازبکستان هم اشتراک داشتند. در اول از آنها رمزالدین توشف و تیمور حسینوف نام بردند. مادر تیمور حسینوف روز 25 آگوست در صحبت با رسانه‌های روسی گفته است معلومات پنهان شده درباره پسرش از جمله زندانی بودن او در محبس سوروفکین درست است، اما در نوار و عکس‌ها خودش نیست. دیرتر منبع‌های نزدیک به مقامات امنیتی روسیه به ویژه صحیفه باز در تلگرام نوشت که نام شهروندان ازبکستان رمزالدین توشف و تیمور حسینوف به طور اشتباه در پیوند به حادثه ولگاگراد نشر و پخش شده است. آنها گفتند شرکتداران دیگر این واقعه شاه-عبدالکریم خان کریموف از تاجیکستان و شایجهان سیفیف از ازبکستان هستند. مقامات روسیه در این باره چیزی نگفتند. به گزارش رسانه‌های روسیه شاه-عبدالکریم خان کریموف 38 سال از شهر دوشنبه استاد ورزش در تکواندو در سال 2018 همراه 5 نفر دیگر از جمله یک زن به پهن کردن مواد مخدر عیبدار و به 8 سال زندان محکوم شد، اما او تا آخر این عیبنامه را رد کرده است. در محبس با ورزش مشغول بوده است. مقامات روسیه او را سرکرده آشوب دانستند. یکی از گروگانگیرها در نوار گفت ماموران زندان حقوق مسلمان‌ها را پایمال کردند. ما آنهایی را کشتیم که مسلمانان را تحقیر و شکنجه کرده بودند. از بعضی ما کتاب و از بعضی های دیگر جای نماز گرفتند. اداره زندان‌های روسیه روز 27 آگوست در یک بیانیه گفت در زندان سوروفکین ولگاگراد نسبت به مسلمانان محکوم شده یگان اغوایی نشده است. این دومین گروگانگیری در زندان‌های روسیه در تابستان امسال است. ماه ایون یک گروه از محبوسان در بازداشتگاه رستاو لبدان چند نفر را گروگان گرفتند. مقامات روسیه اون زمان گفته بودند که آنها عضو گروه تندرو دولت اسلامی هستند. در این حادثه 5 گروگانگیر کشته و 2 گروگان زخمی شدند.